دوست دارید وقتی میخواهید با مک کار کنید همزمان هم کد نویسی کنید هم فعالیت دیگه مثل وبگردی انجام بدید ولی دوتا مانیتور ندارید؟ خب بیایید بهتون یاد بدم چطوری دوتا پنجره رو همزمان با هم استفاده کنید. سلام دوستان، من بانا کتابی هستم. اینجا کانال بانا پی سی هست. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری دسکتاپ مجازی در مک بسازید. اول از هر چیزی شما با دو تا روش میتونید این کار انجام بدید. روش اول کشیدن 3 یا 4 انگشت به سمت بالا و باز کردن میشن کنترل هست، به این صورت که اینجا این نوار باز میشه و با زدن این دکمه به علاوه میتونید یک دسکتاپ مجازی بسازید. یا اینکه با کلید شورکات کنترل به اضافه دکمه جهت بالا میتونید این کار رو انجام بدید. همچنین با دکمه کنترل به اضافه حراکی چپ و راست میتونید این دسکتاپ ها سویچ کنید. میتونید این اپ ها رو اینجوری درگ کنید، بکشید این بالا، هر پنجره رو توی یک صفحه مجزا قرار بدید، یا مثل این تو این صفحه بیایید اسپلیت اسکرینش کنید که وقتی باز میشه به صورت اسپلیت اسکرین باز میشه. اینم بگم که بیشتر از 16 تا دسکتاپ نمیتونید همزمان با هم داشته باشید. اگر از ماجیک موس استفاده میتونید با کشیدن دو تا انگشت به سمت چپ و راست بین پنجره ها سویچ کنید. وقتی روی اپا وایسید با موس روی اپا وایسید میتونید با زدن دکمه ضربه در روی اینا اپا رو ببندید، پنجره ها رو ببندید. میتونید وقتی دسکتاپ جدید ساختید اون پنجره که در حال حاضر باز هست رو به دسکتاپ جدید منتقل کنید و البته میتونید ترتیب اینها رو عوض کنید. یعنی این آخر کلندر هست، کلندر رو بیایید اول، این اپ استور رو بذارید سوم و دسکتاپ 3 رو بذارید دوم. به این صورت الان اگر که روی برنامه باز کنید میتونید با سوایپ کردن با 3 تا انگشت یا 4 تا انگشت به این اپا سویچ کنید. این آیکون فلش وقتی میاد، وقتی رویش بزنید اون اپ میاد تو هم صفحه‌ای که الان هستید، صفحه دسکتاپ 1. و عملا این دو تا اپ داخل یک دسکتاپ با هم هست.